زیاد بزرگمه برای یک صحبت صمیمی و بسیار پرمحتوا به شما اظهار سپاس میکنیم و در کارهای من بعده ایجادیتان بردباری‌های بی‌پایان و بی‌نظیر را تمنا داریم. در زندگیتان به شما سعادتمندی، سربلندی، سلامتی را آرزومندیم. تمنای آن را میکنیم که همیشه قلمتان برا و سخنتان آتشین بماند. تشکر به شما. حمدم کنم دعایت که چنین جوان بمانی. شنوندگان عزیز، یادآور می‌شویم همصحبت ما بودند شاعر جوان و با استعداد، روزنامه‌نگار روزنامه جمهوریت بزرگمهر بهادر. در فرجام برای شما کامیابی‌های بی‌نظیر را تمنا نموده برنامه امروزه همقدم زمان را با سرود دلانگیز اینام کریمов که متن آن به قلم بزرگمهر بهادر تعلق دارد به پایان می‌رسانیم. خیر تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید. ایداست که اهریمن مغلوبی اهورا شد، از نور ضیای حق آینه مجلا شد. نوروز بزرگی ما ایدی همه دنیا شد، وارست از تنهایی منها همگی ما شد، وارست از تنهایی منها همگی ما شد. دلها بری دلهایند، دل داده سراپایند، دلها بری دلهایند، دل داده سراپایند. از آمدنی نوروز سرگرم تمنایند، از آمدنی نوروز سرگرم تمنایند. دلها بری دلهایند، دل داده سراپایند، دلها بری دلهایند، دل داده سراپایند. از آمدنی نوروز سرگرم تمنایند، از آمدنی نوروز سرگرم تمنایند. نوروز تو دنیای نوروزی اهورایی، نوروز تو یکتایی نوروزی اوستایی، نوروزی همه روزی نوروز پر از روزی، نوروزی همه روزی نوروزی پر از روزی. نوروز تو امروزی نوروز تو فردایی، نوروز تو امروزی نوروز تو فردایی. نوروزی وطن خوش باد، در باغ و چمن خوش باد. نوروزی وطن خوش باد، در باغ و چمن خوش باد. در انجمنی نوروز نوروز سخن خوش باد، در انجمنی نوروز نوروز سخن خوش باد، در انجمنی نوروز نوروز سخن خوش باد. نوروزی وطن خوش باد، در باغ و چمن خوش باد.